سلام، من هاجرم. امروز تولدمه و با هم کتاب Speak Out Starter رو از صفحه 45 ادامه میدیم. Are you ready? Please turn to page 45. این بینگولی رو که گرفتم دستم دلیلش اینه که الان جایی که هستم صدای ماشین و اینا ممکنه زیاد بیاد. امیدوارم که صدای اطراف رو یه کمی کنترل کنه. حالا ببینم کیفیت این ویدیو چطور میشه. Activity 4A. Check times. Look at the conversation. How does the speaker check the time? Underline 3 sentences. How does the speaker check the time? چطوری تایم رو چک میکنن؟ Pause the video, do the task, then play the video and compare your answers. جریانش چی بود؟ داره میگه که چطوری تایم یه چیزی رو با یه نفر چک میکنی. اول اینکه تایمش رو ازش میپرسی. What time is the match? اگه یه بارم گفت و درست نشنیدی بخواد تکرار کنه. Sorry, what time? یه مدل دیگه‌ش هم اینطوریه که وقتی طرف ساعت رو میگه منم همون رو تکرار میکنم تا مطمئن بشم که درست شنیدم. اونم داره همین کار رو میکنه دیگه. یا میپرسه What time is the match? یا اینکه میگه ببخشید گفتی ساعت چند؟ Sorry, what time? یکی دیگه هم میگه ساعتی که طرف گفته رو تکرار میکنیم. میگه quarter past 2. اوکی. پس 3 مدل میتونیم بگیم. چند تا نکته رو اینجا توجه کنین. اولا اینکه به جای اینکه بگه a quarter past 2 رو نگفت و گفت quarter past 2. پس این هم میتونه بگه دیگه. میبینین دیگه به جای اینکه بگه a quarter گفت quarter. بله میتونه بگه. spoken English هست، مشکلی هم نداره. یه چیز دیگه این که یادتونه این سوال خودم اینجا جوابشو نمیدم، فقط میپرسم. اگرم جوابشو نمیدونین به ویدیو قبلی مراجعه کنین. کجاها وقتی میخواین تایمی رو به یه نفر بگین preposition at استفاده میکنیم، کجاها اصلا preposition استفاده نمی کنیم. ویدیو رو پاس کنید، حتما جواب رو بلند بلند بدید. اگر هم نمیدونید بر خودتون یادداشت کنید که با مراجعه به ویدیو قبلی جوابش رو پیدا کنید. Activity 4B. intonation. میخواد intonation رو چک کنه. چه لحنی رو میخواد چک کنه؟ intonation چی رو میخواد چک کنه؟ تایم چک کردن. و وقتی تایم چیزی رو با یه نفر داریم چک میکنیم مگه intonation خاصی داره؟ بله، شاید تو فارسی هم همین طور باشه. دقت کنین، گوش بدین ببینین متوجه میشین. Unit 4, Recording 7. Sorry, what time? متوجه شدین؟ Sorry, what time? What time? متوجه میشین چرا این فلش سر بالا میزنه؟ حواسمون هست که یادمون میاد که وقتی که داریم راجع به WH question ها رو مثل این با لحن فالینگ میگیم، intonation rising نمیگیم. ما میگیم What time is the match? What time is the match? اما اینجا چون میخوام چک کنم، چون میخوام Sorry, what time? اینتونیشنش نکتهش اینه. بعدم اینجا گفته که 2 به 2 با پارتنرتون کار کنین و حالا خودتون با خودتون پارتنر خودتون بشین. گفته چی کار کنین؟ گفته که student A say one of the times this one یا this one of the times هر کدومشو دلت خواست. student B check the time and write it. باید چک کنه، یه جمله‌ای بگه که نشون دهنده باشه داره تایم رو باید چک میکنه و بنویستش ها. اوکی، پس بیاین مثلا اولی رو من A میشم شما B بشین، انجامش بدین. من میگم میدونین کدومو داره میگه دیگه، متوجه هستین؟ داره اینو میگه. بعدم یه نگاه بندازین به من. میگه داره ساعت دقیقه میخونه یا دقیقه ساعت؟ داره دقیقه ساعت میخونه. کدومشون گفتیم رسمیه؟ ساعت دقیقه. بیاین یه دور حالا چک کنیم فعلا. من A رو میخونم شما B رو بخونین. اوکی، شروع کنیم. quarter to 8. حالا برعکس، شما A رو بخونین من B. Sorry, what time? quarter to 8. Thanks.
خب یه چیزی اگه میخواست رسمی ساعت رو اعلام کنه میگفت 7:45 دقیقه به جای اینکه بگه 7:45. درسته؟ میگفت 7:45. همین که این مکالمه رو بسازین با خودتون یا با پارتنرتون، همین که این تمام این تایم ها رو بلد باشین به صورت ساعت، دقیقه و دقیقه ساعت بگین. مثلا اینو اگه بخواین دقیقه ساعت بگین چی میگین؟ 9:30. با after میتونین بگین؟ نه نمیتونین. ساعت دقیقه بخواین بگین میگین 9:30. بقیه‌اش هم یه دور اینطوری بخونین. این مکالمه هم که خب اینجا برقرار کنین. توی نکته اسپیک اوتش چی گفته؟ گفته sorry کاربردهای مختلفی داره. مثلا sorry please repeat some. به جای اینکه به یه نفر بگم please repeat میتونم بگم sorry. تو فارسی هم همینطوره. بعضی موقع یه نفر یه چیزی میگه و ما نمیشنویم، ممکنه بهش بگیم sorry. خب ما برقمون رفت. وقتی میخوایم از یه نفر عذرخواهی کنیم بابت یه اشتباهی، I'm sorry I'm late. ببخشید دیر کردم. I'm sorry I'm late. I feel bad. احساس بدی دارم because I'm late. چون که دیر کردم. این مثلا من همیشه تو کلاسم با زبان آموزام اجرا میکردم. مثلا پاتو میذاری رو پای یکی میگی oh I'm sorry. درسته؟ وقتی که یه کاری حواست نیست اشتباهی به یه نفر طعنه میزنی و میگی oh I'm sorry. تمرین 5A تمرین اسپیکینگ هستش که با پارتنرتون انجام بدین. خودتون با خودتون تمرین کنین. گفته یه سری هم به صفحه 149 بزنین. وقتی میخوان خودتون تمرین کنین لازم هم نیست این کار رو بکنین. گفته ها مکالمه بساز. بذارین واسهتون بخونم. اینجا گفته look at the information below. دارم داد میزنم به خاطر اینکه احساس میکنم ممکنه این میکروفون صدا رو یه خورده کم، ولوم صدا رو یه کمی کم کنه، بر همین خیلی دارم داد میزنم. Look at the information below. Ask a student B to come to the events. For example, film, it's an event. Party, an event. Play, an event. حواسمون هست دیگه. play به چی میگن؟ مثلا به بازی فوتبال من میتونم play بگم؟ نه دیگه، به نمایشنامه و تئاتر و اینا میگم play. درسته؟ حالا اینا ایونتاش اینا هستن، رویداداش، مناسبتاش اینا هستن. ببینین قبل از اینکه انجامش بدین بهتون بگم مکالمه خوبیه ها. فکر کن شما میرین مسافرت یه شهری، میرین تهران، میرین منحتن، میرین یه شهری، میرین مسافرت و میخواین ببینین تو اون تاریخی که اون یه هفته که شما اونجا مسافرتین چه ایونت هایی هست، کدوماشو دلتون میخواد شرکت کنین. بازی فوتبالی هست، نمیدونم کنسرتی هست، سینما فیلم خاصی داره پخش میکنه، برینش ایونتاشو تو کلندر اون شهر یا تو گوگل سرچ میکنین بهتون میگه. درسته؟ برای همینم دونستن این که اصلا جریان ایونت چیه و اینا فکر خوبیه. ولی حالا اومدین بخواین یکی رو دعوت کنین با یه نفر اون ایونت رو برین. چطور میرین؟ مکالمه رو یه مدل الگو بهتون داده. بیاین الگو رو کار کنین با هم. گفته اول با این کار کن، من A میشم شما B بشین، اینطوری یه دور از روش روخانی کنین. بعدش ویدیو رو پاس کنین. ببینین با اول روخانیتون رو اوکی کنین، بعد اصلا 3 دور بخونین. اگر خیلی میخواین با جون و دل مایه بذارین، دور دوم سعی کنین روانخوانی کنین، یعنی به جای اینکه بریده بگین روانخوانی کنین. دور سوم هم با تکنیک look away and say، یعنی سعی کنین نخونین، بگین، روتون رو بکنین اونور و به هر جا یادتون رفت نگاه کنین کتابو، ولی موقع گفتن چشتون به متن نباشه تا اسمش روخانی نباشه، اسمش از حفظ گفتن باشه، براتون چالش ذهنی بشه. پس 3 مدل چالش، یه مدل خوندن برای اینکه دستم بیاد موضوع چیه، یه مدل روانخوانی برای اینکه صداها رو به هم متصل کنم، تلفظم اوکی بشه، یه مدلم look away and say برای اینکه حافظه کوتاه مدتم رو درگیر کنم. من شروع میکنم. من A. I am A. You are B. Do you want to see a film on Saturday? The new James Bond film. It starts at 10:15.
حالا شما فیلم رو به جای اینکه مثلا بگین The New James Bond فیلم، اینجا که ننوشته دیگه، یکی دیگر رو بگین، مثلا بگین The New فاطمه معتمداریا فیلم. متوجه هستین؟ بعد حواستون باشه اینجا هم اگه طرف گفت What party دیگه نگین The New James Bond party ها، مثلا بگین مهمونی مریم، مهمونی تولد مریم. متوجه هستی؟ یه همچین چیزایی. پلی که تئاتر دیگه، مکالمه‌ش رو سعی کنین روی یکی دو تا موضوعش هم یه مکالمه خوب از توش در بیارین کافیه. Page 46 Activity 1A Match the phrases 1 to 6 with the pictures A to F. For example, number 1, cut wood. Cut wood, picture A, B, C, D, E, F. Picture F, yes? Pause the video, do the task, then play the video and compare your answers. Cut wood, picture F. Cut wood, cut wood. Number 2, collect eggs. Collect eggs. تخم مرغ داره جمع میکنه از زیر مرغا. Collect eggs. درسته؟ Number 3, travel by horse and carriage. Horse, you see, travel by horse and carriage. Clear? واضحه؟ Clear? اوکی. ببینم travel فقط مثلا از این شهر به اون شهر، از اون کشور به اون کشور رو travel میگن. مثلا اگه من از خونمون برم تا دم پیتزا فروشی، از خونه برم محل کار، از محل کار، اینا رو travel نمیگن. چرا؟ اونا رو هم یه وقتایی اونا رو هم وقتی میخوایم راجبش صحبت کنیم، از خونه تا محل کار، از خونه تا مقصدهای مختلف، از این ور شهر به اون، اینا رو هم travel میگن. این که با کالسکه از این شهر نمیخواد به اون شهر بره. Number 4, go to a supermarket. Picture D. Number 5, eat at a fast food restaurant. Eat at a fast food restaurant. Eat on, in or at a fast food restaurant. At. And اینم تلفظتون حواستون باشه فارسی نباشه. Restaurant. یه مدل دیگه هم که میتونم تلفظ کنم و صحیحه restaurant. ولی در هر دو صورت صدای ت میاد ها، فارسی نگینش ها. Number 6, use a modern machine. Use a modern machine. Modern? No. Modern. Machine, for example, washing machine. ماشین لباسشویی. A dishwasher. ماشین ظرفشویی. A car. هر چیزی که یک ماشینی، یه دستگاهی توش هستش ها. Use a modern machine. از modern machine استفاده کرد. Picture A. Now activity B. Discuss in pairs. با هم bحث کنین دوتا. حالا خودتون تنهایی بحث کنین. Which things in exercise 1A do you do every week? Which things do you never do? اول pause the video, speak and answer the questions. خودتون صحبت کنین، سوالا رو جواب بدین. Then play the video. بعدش ویدیو رو پخش کنین و ببینین نظر من چی. So, for example, travel by horse and carriage. I never travel by horse and carriage. Collect eggs. 2 تا گزینه داده آخه. Every week و never گفته. من میتونم بگم خیلی دیر به دیر ولی پیش میاد که collect eggs کنم، ولی خب 2 تا گزینه داده با every week و never. I never collect eggs. میتونم من بگم تقریبا هیچ وقت. I almost never collect eggs. Almost never. تقریبا هیچ وقت. I rarely collect eggs. به ندرت. Rarely. به ندرت. دیگه چه کلمه هایی برای به ندرت بلدین؟ آهان، یادم افتاد که این کلمات رو به ندرت، همیشه، معمولا، اینا رو توی درس 5 قراره یاد بگیریم. پس فعلا متوقفش میکنم برای وقتی که میریم سراغ درس 5. I use a modern machine every week. Go to a supermarket. I go to a supermarket every week. Cut wood. I never cut wood. Activity 2. Read the program information. Which things from exercise 1A
do you think the Amish family does? Which things do they never do? این مستند BBC در مورد خانواده یا قوم آمیش ها هست. مثل خودمون که وقتی میگیم عشایری ها، حالا ما عشایرهای مختلف داریم، از اقوام مختلف عشایر داریم، ولی به هر حال وقتی میگیم عشایری ها یه ذهنیت خاصی میاد تو ذهنمون. حالا عشایر بختیاری، عشایر قشقایی، عشایر تو هر منطقه. آمیش ها هم یه قوم خاصی هستن که الان توی این برنامه BBC باهاشون آشنا میشیم و گفتم که یه تمرینم داده، گفته program information رو بخونید. Which things from exercise 1A do you think the Amish family does؟ بر اساس متنی که میخونی یه دقیقه متنش رو بخونی، میتونین جوابش رو با I think بدین چون نظر شخصیتون رو پرسیده دیگه. Give yourself 1 minute, pause the video, read the text and answer the question. Amish, a secret life. S-E-C-R-E-T, secret. راز، زندگی رازآلود. اوکی. توی این متن چه کلمه‌ای هست که معنی سبک زندگی میده؟ lifestyle. lifestyle. حواسمون باشه لایف استایل نگیم ها. lifestyle. چه کلمه‌ای توی این متن هست که معنی سنتی میده؟ traditional. کدوم سیلابشو دارم محکم‌تر میگم؟ D. traditional. What is the opposite of traditional؟ متضادش چیه؟ modern. چه کلمه‌ای هست اینجا که معنی برق میده؟ electricity. چه کلمه‌ای هست یا چه عبارتی هست که معنی وقت آزاد میده؟ free time. چه کلمه‌ای هست که به معنی به کسی سر زدنه؟ visit. چه کلمه‌ای هست معنی زندگی روزمره میده؟ day to day life. یکی از عبارت‌ها یا کلماتی که معنی روزمره میده day to day هست. کلمات دیگه هم داره. راستی why is day to day hyphenated؟ چرا هایفن داره اینجاهاش؟ به خاطر اینکه یه صفت 3 کلمه‌ایه. یه صفته اما از 3 تا کلمه تشکیل شده. هایفن گذاشته بینش. The Amish people، آمیش ها live in Lancaster, Pennsylvania. توی لنکستر پنسیلوانیا زندگی میکنن. Lancaster, Pennsylvania, USA. They have a traditional lifestyle. They have a traditional lifestyle. They have a traditional lifestyle. Very different from other people in America. Very different from. What preposition goes after different? Different from. Very different from other people. بقیه آدما. Other people. بقیه آدما. Other people in America. At America. On America. In America. They don't use electricity or machines. حالا میخواد توضیح بده منظورش چیه. electricity و machines استفاده میکنن. یه خط فاصله گذاشته اینجا. این خط فاصله یکم بلندتر از این هایفن دیگه. با این فرق میکنه. هدفش هم با این فرق میکنه. or machines. میخواد توضیح بده منظورش چیه. یه خط فاصله گذاشته میگه no TV, no computers, no telephone and no cars. So بنابراین how do they travel? What do they do in their free time? In this program, we visit an Amish family and learn about their day-to-day life. Activity 3A. Watch the DVD and check your answers to exercise 2. Check your answers to exercise 2.
یه دور میگه دیویدی رو تماشا کنین، جواباتون رو به اکسرسایز تو گوش بدین. یادتون باشه شما این دیویدی رو باید چندین بار پخش کنید ها. حالا یا از رو فایل رو کتاب خودتون پخش کنین، مجبور نباشین این دیویدی رو عقب جلو کنین، یا اینکه همینجا، ولی چند بار باید پخشش کنین، چون هر بار بهتون میگه تماشا کن این تمرین رو انجام بده، تماشا کن اون تمرین رو انجام بده. الان میگه تماشا کن جوابایی که به تمرین 2 دادی رو چک کن، اما قسمت بعد میگه چیکار کن؟ میگه which 3 things below are not in the program. بر اساس اون چیزی که تماشا میکنین 3 تاشون توی این پروگرام نیستن. اونایی که نیستن رو بعد علامت بزنین. watch again and check. بار سومی که تماشا میکنین گفته چیکار کنین؟ گفته work in pairs and underline the correct alternative صحیح رو انتخاب کن بر اساس اون چیزی که دقیقاً میشنوی. then watch the DVD again and check your answers. DVD رو تماشا کن و پاسخاتو چک کن. خدمتتونم بگم که اگر مایلین وقتی که دارین آموزش میبینین تعامل داشته باشین با معلم یا با همکلاسیاتون، در جریان هستین که من کلاس‌های آنلاین به صورت گروهی و خصوصی ارائه میکنم. میتونین تعیین سطح بشید و اگر اون کلاس‌ها به تایم شما میخوره حتما توی اون کلاس‌ها هم شرکت کنید. محتوای این ویدیوها کاملا مفید هستن، محتوای کمک آموزشی خیلی خوبی هستن، به صورت سلف استادی هم کمک میکنن، ولی اون قسمت هایی هست که باید 2 به 2 تمرین کنین. اونطوری میتونین با خود معلم در تعامل باشین، دونه بدونه اون جایی که معلم میگه ویدیو رو پاس کنید و پاسخ بدید. خب میتونید برای معلم پاسخ بدید، معلم هم به نسبت نیاز شما، به نسبت خطاهایی که ممکنه شما داشته باشید تشخیص میده که کدوم تمرین رو با شما بیشتر انجام بده، کجا بیشتر براتون مثال بزنه. و در صورتی که مایل بودین از طریق واتساپ هم یا از طریق صفحه اینستاگرام هم میتونین با هم در تماس باشین. بریم که من ویدیو رو براتون پخش کنم. The Amish people live in Lancaster, Pennsylvania, USA. They have a traditional lifestyle, very different from other people in America. In this program, we visit an Amish family and learn about their day-to-day life. Our visit takes us to the home of David and Miriam, a young husband and wife, and their 5 children. Good morning. How are we? I'm good. I'm David Lott. So nice to see you. Hello, Steve. Good morning, David. Good morning. It's a lovely day, isn't it? It is. How are you this morning? Very well. This is my youngest son, Benio. Good morning. Say hi, Ben. Hi. We got visitors. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine, how about you? Good. Good. It's a lovely day out there, isn't it? Yes, it is. Yes. Hi, Steve. This is Katie. This is our oldest daughter. Katie Lynn. Actually, it's a little bit dark in here. Could we possibly It's dark in the house because the Amish don't use electricity. The Amish don't use modern machines, no television, radio, or internet. Family is important, and the children help their parents around the house. They cut wood together. I don't know. You know, if they look it out. They collect eggs. It takes at least 5 minutes to get my horse out and the children. But I like it. I always like to get out with my horse. They travel everywhere by horse and carriage. But they also go into town and go to normal shops. They go to the supermarket. They eat at a fast food restaurant.
Miriam goes to the bank and gets money. Amish people use telephones, but not in the house. So David's phone is 2 minutes away in a small building called a shanty. This is the phone shanty. The traditional Amish in Lancaster County don't have phones in their houses. So they'll have a phone in a shanty outside somewhere. David has a building business. He works together with non-Amish workers. He loves his work, but at the end of the day, he's happiest when he's at home and his family is all together enjoying their traditional Amish lifestyle. Okay, now it's time for me to show you the answers. فکر میکنم که اینو جوابشو ننوشتم. فکر میکنم an ATM میشه که نشون نداد. بعد ATV نبود. پنوکیز و اینا رو فکر کنم آکار هم نبود دیگه. درسته؟ اگه اشتباه نکنم. اما اینا رو چک کردم. اینا رو اول ببینین و با جوابای خودتون مقایسه کنین. بعد منم یک کمی سوال جواب ازتون میکنم. تلفظ این کلمه در حالت سینگولر حواسمون باشه که هاوس هستش. هاوس. اما در حالت پلورال هاوزز. الان تیم گزارشگر با دوربیناشون میرن تو خونه این خانواده آمیش. ببینین چطور احوال پرسی میکنه. سلام نمیگه. پس یه گود مورنینگ خالی کافیه برای اینکه آدم مؤدب به نظر برسه. بله. Morning. هلو و های دیگه نگفت. ولی نگفت how are you. گفت چی؟ گفت how are we. اونم چی جوابشو داد؟ I'm good. I'm David Lott. خودش هم معرفی کرد. وقتی یه نفر خودشو برای اولین بار به ما معرفی میکنه، واکنش محترمانه‌ای که نشون بدیم اینه که به طرف بگیم از آشناییت خوشبختم. Nice to see you. اینجا هم داره دوستشو، احتمالا فیلم برداره، یه کس دیگه ایه، داره دوستشو اون خانومه معرفی میکنه. نمیگه he is Steve. چطور دوستشو معرفی میکنه؟ میگه this is Steve. تا معرفیش میکنه میگه this is Steve، اینا به هم سلام علیک میکنن. Hello, Steve. Good morning, ladies. میبینین اسمای همو صدا میزن. ما تو فرهنگمون حتی وقتی برای اولین بار هم دیگر رو میبینیم ممکنه فقط به هم سلام، اصلا به خودمون این زحمت رو ندیم که فکر کنیم شاید دوست داره بدونه اسمم چیه. بعد خیلی سوال محترمانه ای نیست که احساس راحتی نداریم که به یه نفر بگیم ببخشید اسمتون چیه، ولی محترمانه تری که اون شخص خودشو معرفی کنه. یه چیزی جالب واسهتون بگم. من وقتی که به واسطه یادگیری زبان انگلیسی برای خودم جا انداخته بودم که وقتی توی جمع جدیدی میرم، قبل از اینکه اونا به من میگن تو کی هستی خودم معرفی کنم و میگفتم سلام من هاجرم. بعد اونا دوباره در جواب فقط به من یه سلام خالی میکردن و من پیش خودم میگفتم که کاشی اونا هم خودشونو معرفی کنن، ولی اونا فقط به من سلام میکردن. چون تو فرهنگ ما این خیلی جا نیفتاده که یه نفر بگه سلام من فلانی ام و اسم خودشو بگه. شاید دلیل‌های مذهبی فرهنگی پشتش باشه، ولی به هر حال فقط به هم سلام میکنن. البته هستن کسایی هم که خودشونو معرفی کنن، ولی قبول دارین این فرهنگ غالب ما نیست که وقتی یک نفر غریبه وارد یک جمعی میشه وقتی میگه سلام اول از همه قبل از اینکه بقیه بپرسن خودشو معرفی کنه. ولی چیز خوبیه دیگه، همه میفهمن اسمش چیه، خوشحال میشن بدونن. اینجا خانوم میگه روز قشنگیه. ببینین یه چیزی میخواد بگه آیس بریکر باشه، یخشون رو وا کنه، بتونن راحت با هم مکالمه کنن، احساس غریبی نکنن. چی کار میکنه؟ یه سمول تاک انجام میده، مثلا راجع به هوا حرف میزنه. هوا خوبه، اینطوری نیست؟ پس من کلمه لاولی رو میتونم واسه توصیف هوا استفاده کنم؟ بله میشه. It's a lovely day isn't it? اینطور نیست؟
It is. How are you this morning? Very well. بعد اینجا رو توجه کنید، به جای اینکه یه how are you خالی بگه میگه how are you this morning. How are you today? امروز حالت چه؟ حالا انگار مثلا هر روز داره حالش رو میپرسه. برای اولین بار با هم آشنا شدن. ولی به هر حال میگه امروز حالت چطوره؟ How are you today? یا امروز صبح حالت چطوره؟ How are you this morning? حواسمون هست به این جزئیات. اونم در جواب فقط نمیگه I'm fine thank you ها. الان چی گفت؟ This is my youngest son, Benio. خب کوچکترین پسرشو داره معرفی میکنه. This is my young son یا youngest son Benio. Morning. Say hi, Ben. میخواد بگه بن سلام کن. بن سلام کن. Say hi Ben. حالا من اسم بچم هر چی باشه فلانی سلام کن. ضمناً گفت اسمش بنیو هست ولی الان بهش بن میگه. مثل اینکه طرف اسمش چه میدونم کتایون باشه بهش کتی بگن. نمیدونم روزیتا باشه بهش روزی بگن. با نکنیم داره صداش میکنه. نکنیم. We got visitors. چطور میگه مهمون داری؟ We got visitors. شب یالله خودمونه. Okay. How are you? Fine, how about you? میگه چطوری؟ میگه خوبم. بعد میگه شما چطورین؟ در جوابش نمیگه how are you، میگه how about you. اون میگه how are you. اون میگه fine. I'm fine thank you نمیگه. یه fine how about you. شما چطورین؟ Good. It's a lovely day out there, isn't it? Yes. دوباره بهشون میگه این بیرون خیلی هوا قشنگه اینطور نیست. ما هم وقتی وارد خونه یه کسی میشیم به عنوان یه غریبه بعضی موقع ممکنه یه چیزی بگیم که یخ احساس غریبگیمون رو بشکنیم. مثلا ممکنه بگیم ببخشید مزاحمتون شدم. نمیدونم چی میگین معمولا احساس کنین یه خورده کمتر معذب هستین. خب فکر میکنم که کافی بود تا این حد، چون اصلا تمرین کتاب از ما فقط میخواد که این آلترناتیو های صحیح رو انتخاب کنیم. من چرا اینجا فلش های بزرگ زدم؟ Number 6 but they also go into town and shop at normal shops. شاپ اول با شاپس دوم یه فرق مهم داره. شاپ اول فعل هست به معنی خرید کردن. شاپ دوم اسم هست به معنی مغازه. shop at normal shops. تو مغازه های عادی خرید میکنن. واسه همین فعلش کشیدم که اینو توضیح بدم. قسمت دی هم یه سوالی پرسیده، گفته What's one thing you like about the Amish lifestyle؟ بذارین بهتون یه راهنمایی بدم. وقتی میخواین راجع به یه چیزی که داره میپرسه خوشت میاد جواب بدی، میتونین یه اصطلاحی رو استفاده کنین که بگین مثلا توضیح بدین این کارو میکنن اون کارو میکنن و آخر سر بگین به نظرم این خوبه. میتونین در نهایت بعدش بگین I think it's a good thing. به نظرم این چیز خوبیه. I think it's a good thing. حالا هرچی اون جنبه که از نظر شما جالب هست رو به صورت یه جمله میگین و در نهایت هم میگین I think it's a good thing. Now turn to page 47. Activity 4A. Work in pairs and read the information A to H. Information A to H. About the Amish lifestyle, then discuss questions 1 and 2. Questions 1 and 2. یه دقیقه به خودتون وقت بدین A to H رو مطالعه کنین. سریع همش رو بخونین دیگه. Read A to H. بعدش سوالای 1 و 2 رو باید جواب بدین. Pause the video. Read A to H for 1 minute. Now A. They don't have a computer or a TV. Do you think it's a good thing or a bad thing? Write G or B. If you think it's a good thing, write G. If you think it's a bad thing, write B. میتونین هم به صورت جمله هم جواب بدین ها. I think it's a good thing. I think it's a bad thing. Question 2. Is your life similar or different? Is your life similar or different? Different متضادش چی میشه؟ What is the opposite of different? Similar. متفاوت شبیه. متفاوت شبیه. Similar different. کدومش معنی متفاوت میده؟ Different. کدومش معنی شبیه میده؟ Similar. میتونم بگم
A, they don't have a computer or a TV. My life is different. We have a computer, we have a TV. B, they work outside. Is it a good thing? بیرون از خونه کار میکنن. خب به نظر من که چیز خوبیه دیگه. حالا لایف استایل شما شبیهشه یا متفاوته؟ شما تو خونه کار میکنین یا بیرون؟ در مورد من I don't work outside. من تو خونه کار میکنم. I don't work outside. So میتونم بگم my life is different. I don't work outside. They live in the countryside. My life is similar. I live in the countryside. They don't drive. My life is different. I drive. E. The woman does the housework. کارهای خونه رو زن خونه میکنه. The woman does the housework. My life is different. The man and the woman do the housework. The man has a job. شما جواب میدید. The children help around the house. You answer. The family is together a lot. You answer. خانواده the family is together a lot یعنی زیاد با همن. زیاد با هم وقت میگذرونن. Unit 4, Recording 8. I'll go first. My question is about A, the computer and TV. The Amish family doesn't have these things. Do you think that's a good thing, Isabel? Well, for me, it isn't a good thing. Why not? A computer is important for information from the internet. How about you, Milan? I think it is a good thing. I have a computer, but I think I use it too much. And TV? I don't have a TV. I do, but I don't watch it. How about you, Sam? I have both a computer and a TV, and they're important for me. So for me, the Amish lifestyle with no computer or TV is a bad thing. Okay, my turn. My question is about E. The woman does the housework, and F, the man has a job. A good thing or bad thing? Milan? In my family, this is normal. So I think it's okay. Really? I think it's a problem. Maybe the woman wants to work. Well, in this family, I think they're all happy. Miriam is happy at home. We don't know that. Isabel, what do you think? I think you're right, Sam. But I think housework is a job. It's a very big job. Well, it's hard, but it's not a job. Okay, now check your answers. So در مورد A صحبت کردن E و F. خب برای تحلیل بیشترش بهتره بریم صفحه 156 کتاب. چطور میگه؟ من اول شروع میکنم. I'll go first. موضوع صحبتشون راجع به اینه که تلویزیون و کامپیوتر ندارن. نظر ایزابل چیه؟ ایزابل میگه For me it isn't a good thing. از نظر منو چطور میگه؟ For me it isn't a good thing. بعد به جای اینکه طرف فقط ازش بپرسه why بهش میگه why not. چرا نه؟ نمیگه فقط یه why خالی، میگه why not. اما میلا نظر متفاوتی داره، میخواد بگه به نظر من چیز خوبیه. چطور میگه؟ اون میگه I think it's a good thing. اما ایزابل گفت For me it isn't a good thing. درسته؟ اونم اونجوری هم میتونست بگه دیگه. حالا ملان میخواد بگه من که کامپیوتر دارم زیادی ازش استفاده میکنه. چطور گفت زیادی ازش استفاده میکنه؟ I use it too much. میخوان نظر سمو بپرسن، میخوان بگن تو چطور میگن؟ سبز هایلایتش کردم. How about you Sam? سم میخواد بگه من هم کامپیوتر دارم هم تلویزیون دارم، من جفتشونو دارم. چطور میگه؟ both هر دوشون. بعدم میگه واسه من مهمن. چطور میگه؟ they're important for me. ایزابل چطور میگه نوبت منه؟ my turn. میخواد راجع به اون آیتمی صحبت کنه که میگه زن کار خونه رو میکنه. اصلا چطوری میگن زن کار خونه رو میکنه؟
The woman does the housework. The woman does the housework. من چطور بگم من کار خونه رو میکنم؟ I do the housework. I do the housework. چطور بگم همسرم کار خونه رو میکنه؟ My wife یا my husband. من باید بگم my husband. آقایون میگن my wife does the housework. My husband does the housework. I do the housework. من کار خونه میکنم. I do my homework. من تکالیفم رو انجام میدم. I do the housework. من کار خونه انجام میدم. I do my homework. من تکالیفم رو انجام میدم. پس مشق و تکلیف homework. کار خونه housework. میلان چطور میگه تو خانواده ما این عادیه که زن کار خونه رو انجام بده؟ In my family this is normal. This is normal. یه جور دیگه هم میگه به نظرم اوکی مشکلی نیست. I think it's okay. I think it's okay. Okay. ها okay. بعد سم تعجب کرده میگه به نظرم خوب مشکل داره این مسئله. Really؟ واقعا؟ جدی میگی؟ Really? So Sam is surprised. I think it's a problem. شاید خانومه دلش بخواد کار کنه. منظورش اینه که شاید دلش بخواد کار خونه کنه. دلش بخواد شغلی داشته باشه. Maybe شاید ممکنه. Maybe the woman wants to work. بعد دارن تحلیلش میکنن. اون میگه که مریم تو خونهشون راضیه، خوشحال به نظر میرسه. سم میگه ما که نمیدونیم. حالا جلوی دوربین مثلا خوشحال خودشو نشون میده. میگه we don't know that. ما نمیدونیم اینو. بعدم میخوان نظر ایزابل رو بپرسن. میگن تو چی فکر میکنی؟ ایزابل what do you think؟ میتوننم بگن what about you دیگه، یعنی تو چطور. ایزابل هم به سم چطور میگه فکر کنم حق با توه؟ I think you're right Sam. I think you're right Sam. اگه فقط بخواد بگه حق با توه چی میگه؟ You're right. You're right. البته ایزابل از یه طرف میگه به نظر من کار خونه‌ام جاب به حساب میاد. I think housework is a job. Housework هم خودش واسه خودش جابیه. It's a very big job. جاب خیلی مهمی هم هست. پس کلی کلمه کلیدی هم اینجا یاد گرفتیم دیگه. اینجا هم کی فریز ها از همون متن مکالمه در اومده. مثلا من میخوام بگم تو خانواده من این همچین چیزی نرماله. In my family this is normal. یه چیز دیگه، چطور به یه نفر بگم من باهات موافقم؟ آبی هایلایتش کردم. I agree with you. Agree. وقتی هم میخوام به هم بچسبونم صداها رو تا روان تلفظ کنم میگم I agree. I agree with you. You agree. I agree. I agree with you. و چطور بگم من با تو موافق نیستم؟ I don't agree with you. agree نقش فعل داره. برای همینم قبلش don't میارم. I don't agree with you. I don't agree. I don't agree with you. تمرین 5A به موقعیت کلاسمون نمیخوره. چیزی زیادی رو از دست ندادیم اگه انجامش ندیم. و تمرین 6A گفته complete the report with topics from exercise 4A. میگه از تمرین 4A تاپیک ها رو بردار اینجا بذار. 2 تاپیک میخوای دیگه. تاپیک یعنی عنوان. تاپیک عنوان. The Amish lifestyle. متن رو pause the video, read the text. 2 تاپیک انتخاب کنی. Choose 2 topics. Now check your answers. The family is together a lot. In our group, 2 people think it is a good thing because it's important for a family to do things together. For example, to eat together. با هم دیگه. Together. Together. One person thinks it's a problem. همون تمرین ادامه تمرین 5A بوده. گفته مثلا تصورش اینه که شما توی کلاس چند نفری هستین. میگه نظر همکلاسیاتون رو دونه به دونه بپرسین، حالا بیاین گزارششو بدین. خب شما که همکلاسی نداری ولی یه نفر رفته این گزارشو نوشته آورده تو تمرین 6A. میگه یکی از همکلاسیام فکر میکنه که این چیز خوبی نیست. One person thinks it's a problem. چرا؟ Because children need time alone. بچه هم یه وقتایی به تنهایی احتیاج دارن. من چطوری بگم من یه وقتایی به تنهایی احتیاج دارم؟ I need time alone. چطور بگم
اونا گاهی وقتا به تنهایی احتیاج دارن. They need time alone. پس این گزارشیه که همکلاسی‌های شما، مثلا همکلاسی‌های یک کلاس زبانی که این کتاب تدریس می‌شده بهشون، نشستن از همدیگه گزارش نویسی کردن. Number 2, the children help around the house. We all think this is a good idea. همه فکر می‌کنیم ایده خوبیه، ایده خوبیه. چرا؟ Because children learn that work is important. بچه‌ها یاد میگیرن. یاد میگیرن. learn نگید ها. learn دهنمو ببینین چطور میشه. learn اشتباهه. learn. Children learn that work is important and the woman doesn't do all the housework. و خانم خونه، زن، doesn't همه housework اون انجام نمیده. مجبور نیست که همه housework رو انجام بده. تمرین بی هم یه تمرین رایتینگ خیلی مؤثره. یه کوچولو باید تغییرش بدن، چون شما که توی کلاس گروهی نیستین که دقیقاً نمیتونین عین چیزی که خواسته شده رو انجام بدین. ولی به شما میگم یه متن رایتینگی بنویسین، 80 تا 100 تا کلمه باشه، از 80 تا کمتر نباشه، از 100 تا هم بیشتر نباشه. 2 تا از آیتم هایی که توی تمرین 4A به نظرتون جالبن رو انتخاب کنین. از خودتون بپرسین Is it a good thing؟ اگه yes چرا؟ اگه no چرا؟ اگه هم yes هم no بازم چرا؟ 2 تاشو انتخاب کنین. تعدادی رو انتخاب کنین که حجم رایتینگتون 80 تا 100 تا بشه و حتما هم دست نویس بنویسینش. برای خودتون نگه دارین. شاید در آینده خودتون هم بتونین رایتینگ های الان خودتون رو تحصیل کنین. از کلاس امروز راضی بودین؟ یادتون نره نظراتتون رو کامنت کنید. ولوم صدامو توی 2 تا ویدیو جدید تغییر دادم ولی هنوز بازخوردی دریافت نکردم. لطفاً بگین ولوم صدام اوکی، مناسبه با همین ولوم ادامه بدم یا خیلی تغییر خاصی نکرده، قبلا خوب بوده الانم از نظر شما خوب هست. ممنون میشم نظرتون رو بدونم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.